سیاحانی که به جمهوری چخ می‌آیند تلاش می‌نمایند پایتخت آن شهر پراگ را از هر زاویه تماشا کنند. آنها برای گشت و گذار در پایتخت چخیا از اتوبوس و کشتی استفاده می‌برند. اختراعکار رابرت شوبیک تصمیم گرفت که کار شرکت‌های سیاحی را آسان‌تر کند. او مسافربر مرسدس اسپرینتر را با اتوبوس شناور تبدیل داد. این ماشین می‌تواند آزادانه در راه سفر کند و همین گونه در دریا هم شنا نماید. اداره‌کنی این اتوبوس از راندن کشتی محرکدار مشکل‌تر نیست. یگانه فرقیتش این است که باید به مثل ماشین سرعتش را پخش کرد و برای به حرکت درآوردن رولش را تاب داد. اتوبوس شناور برای 12 نفر پیش بینی شده است. به نقل رابرت شوبیک او از سال 2008 به موجودات آبی و خشکیگرد توجه داشت. ایده به اتوبوس آبی تبدیل دادن مسافربر خرد سال گذشته به سرش آمد. برای عملی کردن اختراع 8000 ساعت لازم شد. حالا شرکت او تصمیم دارد استحصال بیشتری چنین اتوبوس‌ها را برای شرکت‌های سیاحی بر راه ماند. در آینده شوبیک می‌خواهد خانه‌های چرخدار بسازد و اختراعات آبی و خشکیگردش را برای نجات دهندگان مطابق نماید.